داشت میرفت به تور سینا برای مناجات. در بین راه به کسی رسید، شروع کرد شیک کردن، التماس کردن و به تعبیر ما خیلی با یک ازولابه‌ای گفت من گناه کردم، گناه بدیم که و میری از خدا بخواه از من بگذاری. بعد گناهشو گفت. بس موسی چیکار کرده؟ از موسی رفت و یادشان بود، عرض کرد به خداوند که آره این جرم ها گرفت و خلاصه روزش میطلب و مشمول رحمت و مغفرت قرار. خطاب رسید به از موسی، هم بخشیدم، من بخشیدم فقط برو بهش بگو من از تو یک گله دارم. گلم اینه که چرا به تو گفت اینه؟ چرا به تو که تو مطلع بشی، که هر وقت چشم تو بیفته خجالت بکشی. من نمیخوام به این که بنده من کسی خجالت بکشی.